باید حواس جمع باشه. دشمن از ابتدا شروع میکنه. الان تمام ملت ما رو اینا الکل دادن خوردن. کمتر کسی پیدا میشه الکل نخورده باشه، ولی خبر ندارن. تو تمام داروهای شیمیایی بدون استثنا همه الکل هست. این آدامسایی که الان به بچه ها میدن، مادرها توجه ندارن، خوششون میاد بچه 3 سالش آدامس میجوه و وقتی هم میجوه دیگه نمیتونی ازش بگیری، به خاطر اینکه این بچه‌ت معتاد به الکل شده، خبر نداری. بنده خدا تمام آدامس‌ها اوسانس دارن. همه اوسانس ها بیس اصلی به اصطلاح علمیش، پایه اصلیش الکله. همون الکلی که اول انقلاب یه عده‌ای الکلیستایی داشتیم که الکلی بودن، میرفتن خودشون مشروب گیر نمی آوردن، این الکل رو استفاده میکردن و کور میشدن. اون وقت این بچه ها از ابتدا 2-3 سالگی این آدامسا رو میجوون، همه آدامسا که الان تو بازار هست میجوون و وقتی کلاس اول دبستان، دوم، سوم دبستان شد عینکی میشه. وقتی هم پسر 18 ساله شد، یه دوست نابابی هم به پستش خورد، بردش یه جایی مشروبی هم بهش تعارف کرد، با جون و دل میپذیره، میبینه گم کردهشو پیدا کرده، ولی نمیفهمه که به خاطر این بوده که 15 سال داشته یواش 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 این ماده رو توسط آدامس تو دهان مزه میکرده. انقدر این مسائل ظریف و بزرگ، دشمن داره انقدر قشنگ کار میکنه. اونا که کار فرنگی میکنن وقتی مطلع میشن از این مسائل وحشت میفته به جونشون. میگه یعنی انقدر دشمن وقت داره که ریز داره روی مسائل کار میکنه، انقدر تشکیلات درست کرده، همه این تشکیلات منظم داره